امروز بعد اینکه خنک شدیم با بچه‌ها می‌خوایم چیکار کنیم؟ یاسی اینقدر سردشه دیگه یادش رفت. می‌خوایم اون برای یه کارایی کنیم، منم یادم رفت. پله رو درست می‌کنیم. تو این یک ماهی که همراهتون نبودیم تغییرات فصلی کلی داریم تو سرزمین. بریم بهتون نشون بدم. جاتون خالی. آلو رم خوردی. حالا تو کنم؟ یخ. از سر ما یخ زدی. خب خوش گذشت بسته. خب امروز بعد اینکه خنک شدیم با بچه‌ها می‌خوایم چیکار کنیم؟ یاسی اینقدر سردشه دیگه یادش رفت. می‌خوایم اون برای یه کارایی کنیم، منم یادم رفت. پله رو درست می‌کنیم. باختی و پله رو درست می‌کنیم. اینجا رو. خونه‌شو کنم این؟ آره. یاسی بیم بر. یاسی هنگ کرده اونجا. شرایط. می‌ترسم یه دفعه خیس کنه منو. هنوز شما پیج اینستامون رو ندارین. این پایین براتون تگ میکنم. خیلی استوری جذابی میذارم. پستای باحالی داریم. برین نگاه کنین. تو این یک ماهی که همراهتون نبودیم تغییرات فصلی کلی داریم تو سرزمین. بریم بهتون نشون بدم. تابستون و میوه های سرزمین. کلی گوجه کاشتیم این قسمت. بریم اون برا نشونتون بدم. همشگاه سرزمین، گوجه گیلاسیا، کلی فلفل. بیا اونا رو بگیر، هنوز سیر نشدن. همچنان دارن آب بازی میکنن. فقط اندازه تمشگاهمونو. وقتی مثل بارون میاد توی زیاد سرد نیست، ولی اینجوری که میزنی یخ میگیره. وای تمشک یاسی دوتا بزرگار یاسی بردار. اینم از اون یکی باغچمون که کلی خیار و بادمجون و آفتابگردان و بلال کاشتیم و کلی میوه خوشمزه تابستونیمون. گلابی، انجیر، آلو شابلونی، آلو زرد، سیب. دیگه چی داریم؟ گواوا داریم، فوجی داریم. بریم نشونتون بدم. گواوا چیه؟ میوه‌شو نشون بده گواوا رو. نه بینجا میوه رو ببین. نه میوه گواوا. گواوا چی هست؟ منم نخوردم تا اولین بار. و این اتاق جذابمون که قرار امروز پله و باغچه‌شو درست کنیم. اینم آویز مرد ماهیگیرمونه که همسر جان خودش درست کرده. اگه خواستین میتونین تو اینستا پیام بدین براتون درست کنیم. یه چندین ساعتی داره میگذره و ما هنوز کارمون رو شروع نکردیم. بابا داره توی کارگاهی که درست کردیم یه چیزی داره درست میکنه. بریم اون رو ببینیم که ببینیم چیه و بابا رو بکشیم سمت کار اصلیمون که مونده. خیلی قشنگه. خوب شده؟ خیلی حسینم اومد. چطور شد حسین؟ زیباست. چند تا اینجا دکوری هم میذاریم. البته مال ما نیست، مال مشتریه. خب بریم کار اصلیمون رو شروع کنیم. خوب اومد یا حسین بریم. این رو برداریم بدیم به صاحبش. بالاخره رسیدیم به اینجا. آره. تا شب اینجاییم. بالاخره رسیدیم. و هوا گرفته. داره نم نم بارون میباره. ببین. سلام. ببینم تماشا. خب شما همینجا بمون، ما میریم سر کارم.
خالص تمام بیا. خب بچه ها سیمان رو آماده کردیم. بریم که سنگا رو بیاریم شروع کنیم به کار. ما از هیچی همه چی میسازیم. یه جا رو خراب میکنیم یه جا رو میسازیم. نه دوستان اینجا قرار پرشه، به خاطر همین کاشیاشو در میاره. این هم بخشی از کاشی ها. بهترین روش واسه حرالی دادنه پشه ها چیه؟ پدرشونو در میاریم، شونه تخم مرغ. نه ما رو که داغون کردن، سوراخ کردن، الان ما اونا رو سوراخ میکنیم. روشن میکنیم. تاریکی داریم میخوریم یواش یواش. چراغ جادویی که پدرجان درست کرده. پدر از چیزی درست کردی؟ خوب نه ولی ویدیوشو نکشیدن. میگیره خب بیا حالا بیا. یه ذره رستیم. بخاطر این ایده هوا تاریک شده ما زیاد ویدیو نمیگیریم چون ویدیو قشنگ نمیافته. بعد خودمون سری کارو میبریم جلو و تیکه تیکه نشون میدیم. بریم که ببینیم الان به کجا رسیده. راند دوم چای یه اوستاکار بعد هر یه کار کوچیک یه چای میخوره. چای اندام این من در اون حد نیستم، من بیسکویت میخورم. شیرین نفره هم بفرمایید. رفتیم پله دوم. پدر جان چقدر مونده؟ چی؟ کار اینجا یه ساعت کار داریم اینجا. نظر شما چیه؟ ما در جنگ داری استوری میگیریم. عالی.
Canım gel bir ləhzə buna bax. Bu cür deydin. آره عزیزم. Usta o cür çıxada bilər, mən çıxartdım. یو دیگه من جانی میزنی من جانی من میزنم Tamam canım sanda. Usta bunu da bir zahra bir zahmet çakarsan. Təmizləyərəm bunları da. کارفرما ustaya دستور بده. دوستان ببینید چجوری خط میزنم. چجوری خط میزنم؟ اینجوری خط میزنم دیگه. بزن دیگه. خب حالا اینجا چجوری میخوایم در بیاریم؟ اینجوری. این الان درست میاد میره کشویت میاد. اینجوری نمیبرم که. اینو میارم اینجا. متر میزنم اینو میارم اینجا. Dük. به این جذابی برسد جاش. اینم از پله ما تمام شد. پدر جانم الان تو کدوم بخشیم؟ الان تو کدوم مرحله ای؟ کدوم بخشیم؟ الان دوغاب درست میکنیم که بریزیم لای اونو تمیز کنیم، تمیزکاری بریم. دوغاب فارسیش نمیشه؟ دوغابه. دوغ آب. یه سر میریزیم اینجا. بعد چیکار میکنیم؟ اینجوری میکنیم. مثل بچه ها داره باز میکنم. نمیشه اینقدر خوب کن. Teyvarımız getirir de. و بخش قازلاق یعنی کندن. کارمون رو به اتمام رسوندیم با کمک آقای ادیتور حسین. خلاصه تا اینجا تونستیم دیگه. خسته شدیم، حسین هم خسته شد، منم خسته شدم، سر خانومم، یاسی هم که فرار کرد. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. دوستتون داریم. بای. خدافظ.